Esselamu Aleyküm cami Müslümanlar. Evvela hamdü sana markuda olamra ba'dazan durudi bi'adat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'dazan rahmeti Xudavandi be pay umurlar imamı hususan imam-i azam sufi ve kufi ve rahmetullahi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de muhabbet bastana alamatı hoş. البته معلومه که انشاءالله خدا خواهد کسی که یک چیز انشاءالله خدا خواهد دوست داره و مثل خدا خواهد انشاءالله محبت بنده البته باید که بنده چی شود انسان توبه شود انشاءالله وقتی که ما انشاءالله پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله محبت میبندیم و دعوا میکنیم که انشاءالله که ای محمد sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi mahi. Doğru mu? Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem mücessem bud, belki ondan mücessem boşa. Yani bazı xudokha kıslatı inşallah ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asasidir. Hamun inşallah insana sünnetoşna belki moşmoşi boşe, tabi boşe inşallah xudokha. Yani sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki برای ما و شما موندن در این دنیا گذاشتن اصلش چی عمل کردن انشاءالله خدا خواهد. کدام وقتی که ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکردیم حقیقی ما چی محبت به همون پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم داشتگی میشیم. یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای ما شما فرمان کردن نی یعنی کارا بکنیم فتن نی ما باید که با کردن خدا خواهد انشاءالله. یا اگر چیزی که انشاءالله ما را من کردن نی رسول الله صلی الله علیه و سلم باید که ما شما شیم من شیم انشاءالله خدا خواهد. حتی خدا قرآن را میگه استعیذ بالله و ما اتاکم الرسول فخذوه. پیامبر خدا میگه که جل جلاله پیامبری که برای شما آورد گیره و آدم که شما را من کرد میگه شما من شیم انشاءالله خدا خواهد. حتی من در سوره آل عمران آیه 31 چی میگه بگو ای محمد اگر خدا را انشاءالله دوست دارم من در توبه شویم. نگه وقتی که ما خدا دوست داریم باید که محمد صلی الله علیه و سلم توبه شیم. همین دا گفت همین حالت نه خدا سبحانه و تعالی شما دوست نداره. اگر ما انشاءالله پیروی چی محمد صلی الله علیه و سلم شویم انشاءالله الله ما چی کنه دوست میداره انشاءالله خدا خواهد. البته خداوند گناه های ما شما چیه مغفرت کننده. خدای تعالی البته مهربانه مهربان ذات انشاءالله خدا خواهد. همون وقت ما انشاءالله خدا ما هم دوست می داشته که وقتی که ما توبه چی باشیم محمد صلی الله علیه و سلم باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم انشاءالله عملاش بکنیم انشاءالله خدا خواهد. همون یعنی نزدیدن دوست داشتن محمد به چی میشه با سنتاش خدا خواهد. با توبه شدن کردی یا که عملی که چیزی که ما فرمود کردن نگفت نکردن کردی ما چی میشدیم توبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشیم. یا که برای ما شو حکم کردن انشاءالله منا حکمایی که مثل منا فرض واجب سنت مستحب مباح حرام مکروه احکام شریعت وقتی که ما شما خدا خواهد کرد من گوشه که انشاءالله یک فرض میآید البته واجب داره سنت داره انشاءالله خدا خواهد. چی داره مستحب داره. یعنی فرض واجبش امر الله سبحانه و تعالی باشه یعنی سنت کتی چی مستحبش عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی گوجایی که چی در کدام عملی که شرعی چی در طهارت چی در نماز چی در روزه چی در زکات چی در غسل همه یعنی چیزایی که خدای تعالی که فرض کرده البته رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین چی سنتاشو برای ما شما بزرگ. من طهارت هم 13 سنت دارد. نماز نم خدا خواهد چی 28 سنت دارد. ببینید همه چیز سنت ها دارد. یا که من هر جگه میروز من الحمدلله چندین برای درش موشون که خیلی سنتی هم باشه و جارسی هم همونجا انشاءالله فرض باشه واجب باشه با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. عیناً عمره رسول الله صلی الله علیه و سلم
یعنی در حیاتش 4 بار عمره کنه من بینید ما گوجه که خدا خواهد انشاءالله فرمان الله سبحانه و تعالی که میآیم در عقیبش چیه البته انشاءالله خدا خواهد چیه یعنی سنتوی رسول الله صلی الله علیه وسلم یک جایه نه نبراریم بچه عزیز بعضی رو میشنیم که خدا خواهد انشاءالله بعضی سنت رو سکر نمیخوندگی بچه ها پیدا شده در دوره ما نباشه که در دیگر جا هم قشت رسگی ها که فرض بجا بیاره از سنت نکنه نیدیم ما محمد دوست نمیداشتیم چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در همین نماز 5 وقت 12 رکعت سنت مؤکده سنت دو خیر میشه سنت مؤکده میشه سنت زیادتی میشه مؤکده چی تاکید کرده شدگی رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم کرده گشتگی سنت نمیدونم بامداد 2 رکعت پیشین 6 رکعت شام 2 رکعت خفتن 2 رکعت همگی 12 رکعت سنتی مؤکده میشه کسی که اگر فرضا را خونه گیم که مثال بامداد فرض خونه پیشین فرض خونه عصر خونه فرض خونه شام خونه خفتن خونه و لیکی سنت ها تر کنه نمازش قبول نمیشه ایواد نبراییم چونکه فرمان خداه شما خدا میگه اطاعتی من کنه و اطاعتی پیغمبرای من کنه یعنی اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر یک جا میشه یکی که محمد هم صلی الله علیه وسلم شما دوست میداریم گیمو فقط محمد علیه السلام سنتاش کنیم و فرضات تر کنیم الله قبولش نمیکنه این یک جایه 3 تا چیز یک جا مثل نه یاد نبراره برادر یاد نبراره من نماز با زکات اگر شما نماز خدا خواهد خونه و پول و مالات تو گین که به 85 گرم طلا اگر برسه نصاب زکات میشه زکاتون اگر برسه گویمو شما 2.5% اگر خدا خواهد حقی بیوه و بیچاره کم بغل و محتاج جنتی نماز تعالی قبول نمیکنه یا که نماز نخونه و زکات هم که قبول نیست یعنی اول نماز با چی؟ زکات اقیم الصلاه و ایتاء الزکات خدا میگه چند جای قرآن میگه برخورداری نماز بده زکاتتی یعنی دویم خدا خواهد عملی که خدا جد اطیع الله و اطیع رسول خدا میگه شما اطاعتی من نکنه و اطاعتی پیغمبرای من نکنه یعنی هر دوش یک جا میسته یک جا باید قبول میشه اگر ما شما مردک و خدا خواهد انشاءالله 5 وقت نماز بخونیم بچه ها لیکن پدر مادر مگر ناراضی کنه قبول نمیشه یا نبرایی یعنی عبادت های ما و شما با واسطه چی میشه الحمدلله پدر و مادر ما و شما میشه اگر زن ها چی عمل های خدا خواهد طاعتی بوده چو با واسطه شوهرش میشه اگر شوهرش ناراضی باشه الله سبحانه و تعالی طاعتی بوده قبول نمیکنه ببین ما دیگه بچه ها وقتی بعد عبادت البته پدر مادر از ما شما راضی باشه یا نه یا که گیم که فرض میخونیم سنت یک جای داشته باشه نماز میخونیم زکات ها میگیم خدا خواهد میرسه البته خدا خواهد چیکار کنیم انشاءالله زکات ها اجرا کنیم انشاءالله خدا خواهد حتی من صحابه رو بینیم من کتاب میگه که مثال من مهاجر که از مکه هجرت کردن به مدینه و انصاری میگن یعنی یاردم کننده اینو هجرت کننده حتی یاردم کننده و هجرت کننده خودشو بیچاره یکی چیز نداشتن گرچه گشنه وای باشن یکی مهاجرها بسیار یاردم میکردن حتی باغاش دریغ نمیداشتن خونهاش دریغ نمیداشتن مثلا بیا هم خونه من دزنه که تو چی میشه که تو برادری من شوی و همونجا بیای تو به خونه و در بشینی من با خونه در خواه مینوی این صوف هم نیست نمیدی تو چه اندازه یا دیگر چی داشتن محبت داشتن انشاءالله خدا خواهد یا دیگر یاردم میکردن ما شما هم برادر اسلام خانو همیشه باید که یادگار دستگیری کنی خدا خواهد انشاءالله یادگار بتونه انشاءالله خدا خواهد یاردم کنیم گنجان چیز نداره می خدا خواهد انشاءالله یا گنجی کمبودی داره می خدا خواهد انشاءالله گفتم کو اصلاحش کنیم اما بعد ما حقیقی چی بشیم دوست بشیم حقیقی ایماندار بشیم خدا خواهد پیامبر صحابه کشوله میکردن صحابه کشوله میکردن ما هم خدا خواهد شما دوست داریم شما هم ما دوست داریم انشاءالله ما هم یادگیر خدا خواهد کشوله کنیم یادگیر یاردم کنیم انشاءالله خدا خواهد بینید
معقلا مثل صحابه ها هم شیم انشاءالله خدا خواهد که پسترین هم شیم خدا خواهد انشاءالله دیگه همین هم نشیده سودیم یا نمی همین هم خدا خواهد با همین هم محبت نبسته سودیم وقتی شما اگر خونین تاریخ انشاءالله محمد علیه السلام کاملا خونین تاریخ صحابه خونین انشاءالله یا توبعین خونین انشاءالله خدا خواهد امام اعظم بینین چقدر انشاءالله خدا خواهد انسانی بزرگ بودن حتی همین زیر گله میمیم گاه پلیزای چیم میموندیم مسجدن بعدم میدین که اگر هم صحابه به یه شوه باشه اگر میته برادر هم تیاوه بی پلی لباس تالیش بینید چقدر مردم اونا محبت داشتن کوچند هم که رفته سادادن یک جوان حضرت امام اعظم دیده گریخت گفتن بچم کجا میگیز اینجا بیا گفتن حضرت من شما قرض هستم همه دودن نتوسه سادم شما بینم ناموس بکنم گفت من در روی اعلا گذشته باشی بینید تو چی اندازه خدا خواهد تو به این خدا خواهد انشاءالله امام اعظم امامو کرگی کورا تو چی اندازه خدا خواهد یا دیگرشون دوست میداشتن دیگرشون خدا خواهد نوازش میکردن یا دیگرشون برای این عزیزانی من بین انشاءالله خدا خواهد ما هم چون که سببی باعثی ما و شما محبت نبودنی ما و شما به دیگر این همش از به علمیه ما علم کافی نداریم کفایت کننده نداریم برای دیگر چی نمیم بندازیم دیگه دیگه که با چشم بعد میبینیم با چشم حقارت میبینیم انشاءالله باید که مؤمن هرگز از مؤمن باید که بخیل نباشه مؤمن باید که انشاءالله خدا خواهد در دینش کینه و عداوت نداشته باشه مؤمن و بر همچی یک چی خدا قرآن نماز شما معطل میکنه استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بینکم شما که باید گرد اکا و دو درسته بس بیناتون اصلاح کنید ببینید برای خدا خواهد انشاءالله برادرای اهل اسلام سخن کنیم سخن بسیار است خدا خواهد باز شب دیگر هم دوام میتیم تا حیات هستیم از این خدا خواهد حیات رسول الله از حیات اصحاب کرام انشاءالله و سمی شما میرسونیم خدا خواهد انشاءالله حرکت کنیم ما اقلا یک جزء آشم شیم خدا خواهد یک جزء آشم کمتر هم خدا خواهد عمل کرد کمتر هم خدا خواهد انشاءالله این چیزان عمل کنیم روز بر روز دیدیم که یک سنت زنده کریم 82 سنت از نگرین 63 سنت از این نکنید چونکه یک تام باشه با پیش چونکه رسول میگه که من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه کسی که یک سنتی من دوست داره و من دوست داشته کسی که من دوست داره و با همراه من داره نماز جماعت هم سنتی معکده الجماعت سنت المعکده امام اعظم رحمت الله که جماعت کتی نماز خوندن سنتی معکده تاکید کرده سنت وقتی معروف در مسجد باید نماز بخونند و خانه مسجد زنها امروز که ما باید شرایط نداریم کردن نمیتونیم که شرایط نیست که بیاد ما خدا خواهد اینجا بیاد نماز خونه خونه جای ویرمی نمک جای مردم مسجد خدا خواهد جای عبادت ما شما همین چیه یعنی خونه خدا بونگ از اونگه شنیدیمی خدا خواهد دویده بیا به قواز زده بیا خدا خواهد من هم یک سنت دیما که هم خیلی جماعت که نماز پایین وقت خونده می دیما سنتی رسول الله یک سنت اوجه بجا اومد گفته ای گفه خدا خواهد انشاء سکه من سلام کردن سنت معامله خوب کردن سنت من فقط خود در بوره سلام خدا خواهد صحبت میکنه شش حق مومن نصیحتش و دو سلام یعنی سلام خدا خواهد در فضیلتش بگه انشاءالله کاملا خدا خواهد باشه ما اگر خدا تنیسیتیت نموریم خدا خواهد درباره سنتی که سلام کدام چیه سنته باید ما مؤمن امروز کدام سنت عمل کنیم که امروز سنتی سلام چیه خدا خواهد کاملا انشاءالله خدا خواهد اصلا شما عزیزان میرسون